ان الذين كفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله یه عده‌ای هستن پولاشونو در راه خیر هزینه میکنن، یه عده‌ای هم هستن در راه شر و برای فساد پولاشونو هزینه میکنن که مقدار و افراد اونایی که در راه باطل هزینه میکنن بسیار بیشتر از کسانی که در راه خیر هزینه میکنن. اهل حق در مسئله کمک‌های مالی و تأمین هزینه‌ها بسیار سستن. وقتی یه مشکلی برای اهل حق پیش میاد باید انسان‌ها با تمام جان و مالشون اقدام بکنن، هرچی دارن فدای راه حق، هم راه امیرالمومنین، فدای امیرالمومنین بکنن، ولی اینجور نیستن. الان هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی میکنن در راه باطل. شما ببینید وهابیت را، من رقمش رو